شاید امروز چیزایی یاد بگیرین که براتون خیلی بیش از اندازه جذاب باشه، چون از دانشجوهای خودم فیدبک گرفتم معمولا این قسمتی که بهشون آموزش میدم خیلی شگفت زده میشن و اصلا هیچ کدومشون نمیدونستن که تریدینگ ویو همچین قابلیتایی داره. پس تا آخر این ویدیو از جاتون تکون نخورین و بشین ببینید که قراره چیا یاد بگیرید. به نام خدا. سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به قسمت جدید آموزش تریدینگ ویو. توی قسمت قبلی بچه‌ها ما تمام سربرگا رو گفتیم، رسیدیم به سربرگ تریدینگ و سربرگ ایونت. سربرگ تریدینگ رو قبلا گزینه به گزینه‌شو تو قسمت بک تست توی قسمت 12 آموزش تریدینگ ویو اگه اشتباه نکنم شماره‌شو این بالا هم براتون میذارم، کامل توضیح دادم. پس برای اینکه تکراری نباشه دیگه راجعش صحبتی نمی‌کنیم، از اون ویدیو ببینید و مستقیم میریم تو سربرگ جذاب ایونتس. از اولین گزینه شروع میکنم بچه‌ها، زده Ideas on Chart، یعنی نظر و تحلیل دیگران رو میخوام رو نمودارم ببینم. شما وقتی تیک این گزینه رو بزنید یه سری نقطه روی نمودارتون اضافه میشه که حالا یا رنگشون سبزه یا رنگشون قرمزه یا رنگشون نارنجیه. سبزها در واقع تحلیل اون کسانیه که اومدن پیشنهاد بای کردن دادن، قرمزها تحلیل اون کسانیه که پیشنهاد سل کردن دادن و نارنجی ها تحلیل اون کسانیه که یکم کلی حرف زدن، گفتن مثلا اگه فلان سد بشکنه یا فلان شرایط ایجاد بشه فلان رفتار از قیمت ببینیم، اگه فلان اتفاق بیفته اون یکی رفتار رو میبینیم. و حالا جلوتر میریم میبینیم که از لابلای این نظرات باید به کدوماش اهمیت بدیم، به کدوماش اهمیت ندیم. خیلی کامل میخوام راجع بهش صحبت کنم. بچه این ایدیاز آن چارت روبروش 3 تا گزینه داره. آل ایدیاز یعنی من میخوام نظر و تحلیل تمام آدم هایی که راجع به این نظر گذاشتن رو ببینم، یعنی همه نظرات یه جا میخوام ببینم. ایدیاز آف فالوود یوزرز یعنی من فقط تحلیل اون کسایی که خودم فالوشون دارم رو میخوام ببینم و ما بیشتر با این کار میکنیم. حالا بهتون میگم چه جوری بفهمیم که کیو فالو کنیم کیو فالو نکنیم توی تریدینگ ویو. و ماید ایدیاز اونلی یعنی اگه خودتون تحلیلایی راجع به این نمودار مثلا جفت ارز طلا که الان نمودارش برای من بازه توی تریدینگ ویو منتشر کردی، میخوای ببینید دقیقاً کجاهای نمودار تحلیل گذاشتی و چی گفتی، ببین مای ایدیاز اونلی رو بذاری که فقط تحلیل خودت رو ببینی. به صورت پیش‌فرض ما اینو میذاریم روی آل ایدیاز. وقتی اینو روی آل ایدیاز میذارید نقطه‌ها همینجوری برای شما پیدا میشه. یکی از تکنیکایی که خودم خیلی ازش استفاده میکنم اینه که میام مثلا تو محدوده های مهمی که قیمت ریورس شد، مثلا اینجا یه موج نزولی ضعیف داشتم که بعدش قیمت یه ریورس قوی خورده و رفته بالا، نگاه میکنم ببینم کیا بودن که اینجا سیگنال بای دادن، چون جای درستی سیگنال بای دادن. دونه دونه روی این نقطه ها بگیریم میگه مثلا آرلیندا، خانم آرلیندا بوده و جلوش هم یه پرمیوم زده به رنگ نقره‌ای که داره میگه ایشون از اکانت پرمیوم استفاده میکنه. بچه شاید حالا خیلی حسنی محسوب نشه ولی این ذهنیت رو به من میده اون کسی که داره از اکانت پرمیوم استفاده میکنه احتمالاً ممکنه تریدر قوی باشه، یعنی درآمد داره از ترید که میتونه همچین هزینه‌ای بابت اشتراک تریدینگ ویو بده. سالانش چیزی حدود $700 اگه اشتباه نکنم هست قیمتش پرمیوم و یعنی بالاترین اکانت تریدینگ ویو هست و ماهانش چیزی نزدیک به $60 و خب قیمتش کم نیست. واقعا باید طرف یا خیلی پولدار باشه که این رقم براش مهم نباشه یا واقعا از طریق ترید درآمد داشته باشه که بخواد همچین هزینه‌ای بکنه و از فول امکانات تریدینگ ویو استفاده کنه. پس اینو من دونه دونه مثلا میتونم اینا رو گوشه ذهنم نگه دارم. کسایی که پرمیوم هستن و یکم بیشتر به اطلاعاتی که حالا جلوتر بهتون میگم از پروفایلش میبینم دقت کنم و احتمال داره لابلای اینا چند تا تریدر خوب پیدا کنم که فالوشون کنم. خب من از همین خانم آرلیندا شروع میکنم چون میشناسمشون. آرلیندا الان رو نقطه سبز کلیک کردم، اومده تحلیلش رو نشون داده. حالا اگه مثلا خط و خطوطی ترسیم کرده باشه اینجا میاد به شما نمایش میده، یه دکمه پلی هم اینجا
گذاشته که بهتون میگم جلوتر کاربردش چیه. اگه آپدیت کرده شده، یعنی این تحلیل رو مثلا بعد از اینکه منتشر کرده هی اومده یه نکات جدیدی بهش اضافه کرده، آپدیتاشو میاد این پایین زیرش نشون میده که هر لحظه چه آنالیزهایی از رفتار قیمت داشته، تحلیلش چی بوده. میتونید دونه دونه اینا رو ببینید و بخونید. اگرم انگلیسیتون اوکی نیست یه راست کلیک میکنید و این ترنسلیت تو پرسیانش رو میزنید که این سایت براتون کامل عجی مجی لا ترجی به صورت فارسی تبدیل بشه. با هوش مصنوعی خود گوگل میاد این کار رو انجام میده. البته این قابلیت فعلا توی مرورگر کروم فعاله و مرورگر مایکروسافت اج فعاله. توی مثلا فایرفاکس همچین گزینه‌ای شما ندارید که اگرم برای شما زبان فارسی رو نداشت روی این کلیک میکنید این گزینه اینجا، از بین این زبان‌ها پرسیان یا فارسی رو انتخاب کنید. اگرم خواستید به حالت انگلیسی برگردید این شو اورجینال رو میزنید و کامل به صورت زبان اصلی سایت دیده میشه. این خیلی میتونه کمکتون کنه که هر سایت انگلیسی که شما نمیتونید منظورش رو متوجه بشید بیاید راحت فارسی کنید و از تمام گزینه‌هاش باخبر بشید که هر کدوم برای چیه و چه کاربردی داره. خب الان تحلیل ایشون که منتشر کرده خب خط و خطوطی نداره که من بفهمم، از زیرش هم حالا هر کسی تحلیلگر هست میدونه اینا چی هستن. مثلا یه سریاشون راجع به مووینگ اوریج داره صحبت میکنه، یه سریاشون پرایس اکشنی صحبت کرده، یه سریاشون مثلا فرضاً اومده تحلیل حجمی ارائه کرده و اینا رو حالا کسی که تحلیلگر بدون اینکه زبانش هم خوب باشه میتونه ببینه که راجع به شاخص دلار دیکس صحبت کرده. از رو عکس‌ها متوجه میشه که راجع به چیه، اما کاری به این نداریم. من مستقیم میرم تو پروفایلشون، رو پروفایلشون اول موسمو نگه میدارم. 3 تا آمار به من میده. یه دونه 51391 هست، چند تا میله هست که در واقع این نشون میده تا الان چه تعداد پست های ایشون بازدید گرفته. 51391 هست و دومی میگه 1204 تا تحلیل منتشر کرده و سومی هم که عکسی آدمکی کنارشه میگه 41448 تا فالوور داره ایشون توی تریدینگ ویو. پس احتمالاً الان خیلی شگفت زده شده باشید که شاید فکر می‌کردید تریدینگ ویو فقط یه پلتفرمیه که من روش میتونم مثلا تحلیل کنم، تحلیلام ذخیره کنم، دمشون هم گرم. ولی الان میبینید که نه، یک سوشال مدیا، یک رسانه اجتماعی بسیار بزرگیه که میلیون ها تریدر از سر تا سر دنیا دور هم جمع شدن. خیلی هاشون تحلیلاشون رو منتشر میکنن، نظراتشون رو میگن. این خیلی میتونه کمک کننده باشه برای من، به جای اینکه راه بیفتم توی این اینستاگرام دنبال این و اون تحلیل اینو ببینم، استوری اونو ببینم، یا برم تو کانال وی آی پی این و اون شرکت کنم یا تو کانال تلگرامی این و اون عضو بشم. میتونم همینجا چند تا تحلیلگر خفن رو برای خودم پیدا کنم و از تحلیل اونا استفاده کنم. البته این نکته هم بهتون بگم بچا، لزوما تا جایی که خودتون تحلیلاتون خیلی کامل هست و نتیجه خیلی خوبی دارید ازش میگیرید و میدونید که دارید چی کار میکنید و قیمت به کدوم سمت حرکت میکنه، ترجیحاً سعی کنید از تحلیل دیگران نه استفاده‌ای بکنید نه نگاهشون کنید. چرا؟ چون این وسواس فکری برای شما به وجود میاره و شما ممکنه که رو تحلیل خودت شک کنی و دیگه نتونی معامله کنی. این امکانات برای زمانیه که شما رو تحلیل خودت به نتیجه درست حسابی نرسیدی، به بنبست رسیدی، حالا میخوای نظر 4 نفر دیگر رو هم ببینی، از زاویه نگاه اونا هم به بازار نگاه کنی که شاید مثلا بتونی اون بخشایی از بازار رو که ندیدی بیای از زاویه درست بهش نگاه کنی و جمع‌بندی درستی کنی. خب الان از روی تعداد فالووراش میفهمم که احتمالاً ایشون یه چیزایی شاید بلد باشه یا 1200 تا تحلیل گذاشته. میتونید همینجا دکمه فالوینگ رو بزنید که میبینید برای من فالوینگ هست، من ایشون رو فالو دارم. میتونید هم برای بررسی بیشتر روی اسم پروفایلشون راست کلیک کنید، اوپن لینک این نیو تاب رو بزنید و مستقیم وارد پروفایل ایشون بشید. اینجا جزئیات بیشتری هم میشه دید. میگه لاست ویزیتش، یعنی آخرین بازدیدش از سایت مال 20 دقیقه پیش هستش که ایشون 2 سال پیش جوین شده یا عضو شده توی وبسایت تریدینگ ویو و حالا توی توییتر یا رسانه ایکس اکانت ایشون اینه، یا تلگرام هم اینجا داره.
کانال تلگرامشون هم این پایین گذاشته، وبسایتشون هم قرار دادن که حالا مسیج داره و حالا فالو هم اینجا داره. یکم پایین‌تر که بیایم به من میگه که ایشون 32% تحلیل‌هاش در حوزه کریپتوکارنسی یا ارز دیجیتال بوده، 27% تحلیل‌هاش در حوزه فارکس بوده، 1% راجع به شاخص‌ها تحلیل داشته و 40% هم راجع به موارد دیگه. بیشتر تحلیل‌هاش هم مربوط به XAUUSD یعنی جفت اونس طلا به دلار بوده، نزدیک به 39%، 471 تحلیلش راجع به این بوده و یورو یو اس دی بعد از اون بوده 7%، 83 تا و به همین ترتیب میاد میگه نمادهای مورد علاقهش بیشتر اینا هستن که ازشون تحلیل منتشر کرده. پایین تر که برین بچه‌ها میتونید تحلیل‌های قدیمیشون هم ببینید، رو هر کدوم از اینا کلیک کنید اصلا باز بشه براتون ببینید چی گفته، اصلا آیا همینجوری ایشون پرونده یه چیزی مثلا اینجایی که بار اول من اومدم نگاه کردم که به به چه جای درستی مثلا تحلیل کرده ایشون که مثلا گفته قیمت از اینجا ریورس میشه برمیگرده بالا و شده، آیا همینجوری پرونده و گرفته یا نه واقعا ایشون تحلیلگر قویه؟ خب اینو اینجوری میفهمیم ما. من میام تحلیل قدیمیشو مثلا چند تا رو باز میکنم، ایشون مثلا اینجا گفته لانگ، خب که 23 نفرم لایک کردن، 3 نفرم کامنت گذاشتن، روی این تحلیلشون کلیک میکنیم. خب تحلیلی که اینجا داره اولا میتونی تحلیل رو بخونی ببینی اصلا چیزی حالیش هست یا همینجوری میپرونه و میگیره. دوما این دکمه پلیر رو برای همین گذاشتن، ایشون گفته از اینجا قیمت یکم کاهشی میشه و از این محدوده به سمت بالا میره. اگه این دکمه پلیر رو بزنیم میبینید که بله دقیقاً همون اتفاقی ایشون گفته افتاده، یعنی قیمت تا جایی ریخته تا این حوالی و از اینجا حرکت به سمت بالایی رو شروع کرده، مربوط به پوند به دلار بوده و همین کار رو چند تا تحلیلش تکرار میکنیم. یعنی مثلا اینجا دوباره ایشون پوزیشن شورت روی یو اس دی به ین ژاپن رو گفته از اینجا دیگه قیمت باید بریزه، میزنیم و ببینیم که بله خیلی دقیق بوده تحلیلشون و به همین صورت به همین آسونی میگردیم و چند تا از تحلیل این آدمه رو بررسی میکنیم. خیلی بهتر از اینه که شما برید وارد کانال یا پیج اینستاگرام یه شخصی بشید که اصلا هیچ شناختی ندارید، فقط رفتید مثلا دیدین که سوار مرسدس بنز میشه یا سوار بی ام و میشه یا نمیدونم گوشی آیفون داره یا هر چیز دیگه. اینا ملاک خوبی نیست که بفهمی یه نفر تریدر درست حسابی هست یا نه. اینجا همه چیز شفاف داره و شما بعد که مطمئن شدین میتونید ایشون رو فالو بکنید. اینجوری شروع میکنید به فالو کردن افراد و یه لیست درستی از آدمایی که به درد بخور هستن رو فالو میکنید. توی این گزینه‌هاتون میتونید توی فالوینگ ایشون رو هم برید نگاه کنید ببینید که ایشون خودش کیا رو فالو میکنه. مثلا یه سری افراد دیگه تو فالو لیست ایشون هستن که اینا رو دونه دونه میتونید وارد پروفایل‌هاشون بشید ببینید که اصلا چند نفر فالوور دارن، هر کدوم چه تعداد پست گذاشتن، چه تعداد بازدید گرفته پستاشون و وارد بشید و از بین اینا هم یه فالو لیست برای خودتون درست کنید. فقط بچا خیلی تند و بیوقفه همه این دکمه‌های فالو رو نزنید چون بند میشید و اجازه فالو کردن ازتون میگیره تریدینگ ویو تا چند روز. اینا یکم با فاصله انجام بدید، بین هر دو تا فالو یکم فاصله بندازید و از این خارج میشیم. پس به همین راحتی لابلای این تحلیل ها من جاهایی که کسانی تحلیل های خیلی دقیق، مثلا کسانی که اینجا تحلیل کردن قیمت میریزه و ریخته، اتفاقا لابلاشون خیلی از ایرانی هایی هم که شاید گمنام باشن توی اینستاگرام یوتیوب فعالیتی نداشته باشن ولی واقعا تحلیلگرای خفنی هستن رو میتونید پیدا کنید که من خودم خیلی هاشون رو دنبال میکنم، هم آقا و هم خانمش رو، و واقعا اینا تحلیلگرای خیلی خوبی هستن از نظر من و خیلی وقتا خودم از ایده های اینها ایده گرفتم و خیلی به تحلیلام کمک شده. پیشنهاد میکنم شما هم استفاده کنید. بعد از اینکه یه لیست درست حسابی از فالوینگ آدم‌های حرفه‌ای پیدا کردید دیگه کافیه که اینو بذارید رو areas of followed users، یعنی اینکه من تحلیل اون کسانی رو میخوام که خودم فالوشون دارم. البته بعد از این گاهی اوقات من خودم باز دوباره از آل ایدیا استفاده میکنم که ببینم بیشتر آدما دارن الان به چی فکر میکنن، بیشتر فکر میکنن که قیمت باید از اینجا بریزه یا اصلا قیمت باید از اینجا بره بالا و این خیلی میتونه کمک کننده باشه برای شما. گزینه بعدی، حالا اینو خاموشش کنیم که شلوغ نشه رو چارتمون، گزینه بعدی سشن بریکسه. سشن بریکس این گزینه‌ایه که توی متا تریدر هم داریم ولی یکم با تریدینگ ویو متفاوته. وقتی اینو تیک میزنید، حالا یه خطم جلوش داره میتونید رنگش رو تغییر بدید، یه سری خط چین روی چارتتون اضافه میشه. بچه‌ها این خط چین اگه برید تو تایم دیلی نیستش، تو تایم ویکلی برید نیستش، مانتلی برید نیستش، یعنی از روزانه به بالا تایم فریماش سشن بریک اصلا نداره. اگرم بیاید تو ستینگت میبینی که
دیگه اون سشن بریک اصلا وجود نداره. ولی اگر برید توی تایم 4 ساعته به پایین میبینید که الان بین هر خط چین تا خط چین بعدی 6 تا کندل 4 ساعت هست، یعنی 6 تا 24 تا ابتدا انتهای روز رو داره نشون میده. 1 ساعته برید میبینید که 24 تا کندل شماری چجوری انجام میدم؟ با این خط کشه خیلی راحت. حالا دلیل رو پنهان کنیم، از ابتدای این که من بزنم تا انتهای این به من میگه که بله مثلا بازه زمانی 1 روز رو داره نشون میده این 2 تا خط چینا و تعداد کندل ها هم بهتون میگه. حالا یه دونه کندل رو من کامل نگرفتم که نشمرد. و توی تریدینگ ویو تایم فریم های کلا 4 ساعته به پایین خط چینی میاد ابتدا انتهای روز رو برای شما مشخص میکنه. چه فایده ای داره برای من؟ ببینید دیگه شما هم انشالله بعد از یه زمانی که حرفه‌ای شدید نمیاد برای تماشای سشن ها مثلا برید از سایت های دیگه استفاده کنید، چون ساعت باز و بسته شدن سشن ها رو حفظین. ببینید کی سشن لندن باز میشه، کی سشن نیویورک باز میشه، کی سشن توکیو ژاپن یا کی سشن سیدنی باز میشه. برای مخصوصا تریدرهای بازار ارز دیجیتال و بازار فارکس اینا خیلی اهمیت داره. و خب این خط چینا کمکت میکنه که ابتدا انتهای روز رو ببینی و یه درک درستی داشته باشی که مثلا من انتهای روزم حجم بازار افت پیدا میکنه چون ته سشن نیویورک، ابتدای روزم چون میریم وارد سشن سیدنی میشیم حجم بازار کمه، خیلی جذابیتی نداره تا 2-3 ساعت اولش. و یه سری کمک‌های این مدلی به شما میکنه که سشناتون رو بهتر پیدا کنید تو هر تایم فریم هستید. البته تو متا تریدر سشن بریکش اینطوری نیست. تایم فریم ماهانه و هفتگی متا تریدر رو بذارید، سشن بریکش ابتدا انتهای سال رو نشون میده، روزانه بذارید ابتدا انتهای ماه نشون میده، 4 ساعته بذارید ابتدا انتهای هفته رو نشون میده و زیر 4 ساعت از 1 ساعته به پایین کلا ابتدا انتهای روز رو بهتون نشون. سشن بریکش خیلی کاملتر از تریدینگ ویو تو متا تریدر و بعدم که باش کار ندارید میتونید اینو خاموشش کنید که چارتتون رو شلوغ نکنه. اکونومیک ایونتس آن چارت میاد رویدادهای اقتصادی مربوط به این جفت ارزه رو روی نمودار بهتون نشون میده. یه گزینه اونلی فیوچرز هم داره که اگه اینو تیکشو بزنید خبرهای اقتصادی جدید یعنی از سر کندل به بعد رو به من نشون میده، خبرهای قدیم رو دیگه حذف میکنه. من این نوتیکشو میذارم پایینش هم ایون بریکس میگه با یه خط چین به من نشون بده. نگاه کنید الان مثلا من رو جفت ارز طلا به دلار هستم، فقط خبرهای دلار به من نشون داده میشه. اما اگه بیام روی یورو به یو اس دی قرار بگیرم پرچما دو شکله، یکیش خبرهای مربوط به یوروه، یکی هم خبرهای مربوط به دلاره که یه رینگ حالا نارنجی رنگ یا قرمز رنگی دور این پرچمه است که نشون میده مثلا میزان اهمیت اون خبره زیاده، اگر قرمزه اگه نارنجیه مثلا متوسطه. اگرم روش کلیک کنید میاد مثلا اون اکچوال فورکاست پرویوز رو به شما میگه در مورد اون شاخص اقتصادی و اسم اون شاخصی که میخواد منتشر بشه، تاریخ انتشارش رو بهتون میگه دقیق. و علت اینم که ما قبلا میگفتیم که این ساعت تریدینگ ویو رو باید به ساعت کشور خودتون تنظیم کنید، دقیقاً همین بود بچه‌ها که شما طبق ساعت کشور خودتون از خبرها مطلع بشین و من باید حواسم به اون خبرها باشه. اینجوری مثلا بهتر میدونید که مثلا من تو تایم فریم 1 ساعته چقدر دیگه تایم دارم که به خبر برسه، چون میدونید که بازار زمانی که به خبر میرسه دیگه بیشتر تحت تاثیر هیجانه نه تحت تاثیر منطق و تکنیکال پرایس اکشن. یه نکته دیگه هم که باید بدونید بچه‌ها اینه که حالا بچه‌هایی که تحلیل فاندامنتال کار میکنن این گزینه میتونه خیلی بهشون کمک کنه، چون که میتونن مثلا میگم تأثیر فلان خبر و مثلا نرخ جی دی پی بیان برن تو دوره های گذشتن ببینن که مثلا چه تأثیری رو نمودار داشته و چه میزان مثلا فاصله اکچوال و فورکست و پرویوزش مثلا باعث شده که اون تأثیر اتفاق بیفته. حالا اینو من خیلی نمیخوام تخصصی بشم، تو دوره پیشرفت فارکس ما به تمام دانشجومون آموزش میدیم که اینا چی و چی کار باید بکنن باش و ازش صرف نظر میکنیم. اینجا اینم از گزینه اکونومیک ایونتس. خب اینم جزو گزینه‌هایی که همیشه روشن نیست رو چارتمون، فقط وقتی باش کار داریم روشنش میکنیم، بعد دیگه کارمون تمام شد خاموشش میکنیم که چارتمون رو شلوغ نکنه. گزینه بعدی لاتست نیوز اند مایندز. خب اگه اینو تیکشو بزنید یه آیکون رعد برق طوری این پایین برای شما ظاهر میشه که اگه من روی این بزنم میاد آخرین اخبار و آخرین مایند ها رو راجع به این جفت ارزه به شما میگه. نیوز ها مثلا خبرهایی که مربوط به یورو و یو اس دی بوده رو میاد دونه دونه برای شما
اینجا مینویسه. حالا مور رو هم بزنید خبر بیشتر میگه. مایند چیه بچه‌ها؟ مایند قبلا بهتون گفتم تو ویدیو قبلی، این پابلیش اگه بزنید یه گزینه جدیدیه که با زدن این گزینه هر کسی میتونه نظرش رو در حد چند جمله راجع به اون جفت ارزه بنویسه. فقط نظر، یعنی تحلیل خاصی نه، عکس از نمودار اینا منتشر نمیشه، فقط یه نظر خاص. مثلا اگه شما اینجا بزنید مایند رو ببینید، میگه مثلا آقا یا خانم مثلا ایکس اومده مثلا فلان نظر رو راجع به یورو یو اس دی داده 2 days ago، یعنی 2 روز قبل، یا ایشون مثلا فلان نظر داده مربوط به این یورو یو اس دی. این حالا بروکر اف ایکس سی منظور هست، یعنی هر کدوم از این نمادها تو هر بروکر فرق داره و شما میتونید این نظرات رو بخونید، شاید بهتون کمک کنه، یا خبرها رو بخونید اگر خبرها رو دنبال میکنید و میتونه براتون گزینه مفیدی باشه. گزینه بعدی نیوز نوتیفیکیشن آن چارت، یعنی اینکه یه خبر جدیدی منتشر شده روی نمودارم به صورت یه نوتیفیکیشن به من نشونش بده. بچه یه نکته‌ای راجع به نوتیفیکیشن بهتون بگم. یکم قبلتر من این نمودار از مانیتور سمت راستم بیارم. یکم قبلتر این گزینه نوتیفیکیشن کنار این گزینه‌های تریدینگ ویو کنار این قسمت بود، خب که الان روی این مرورگر مایکروسافت اج من نیست. چرا نیست؟ چون الان من روش کلیک کردم چند روز قبل و وقتی بزنی این یه گزینه‌ای برات میاد میگه نوتیفیکیشن ها رو جابجا کردیم بردیمش تو قسمت پروفایل. این همون قسمتی که گفتم تریدینگ ویو علاقه خیلی خاصی داره تیمش که قیمه ها رو همیشه بریزه تو ماستا و این گزینه رو ببره اون و اون یکی بیاره این و آدمو گیج کنه. آره خلاصش این میشه که نوتیفیکیشن ها اومده کامل این قسمت قرار گرفته، از اون گوشه سمت راست آیکون های سمت راست اومده توی گزینه های این قسمت قرار گرفته و اگه روش کلیک کنید کل نوتیفیکیشن ها رو تو آل میبینید. اگه کسی زیر تحلیل های شما کامنتی گذاشته باشه میتونید ببینید، منشن های کسی شما رو منشن کرده باشه میتونید ببینید، فالو کرده باشه یا لایکتون کرده باشه، یا در واقع کسایی که دنبال میکنید اگه استریم کرده باشن یعنی تحلیل ویدیویی گذاشته باشن میتونید ببینید. حالا این نوتیفیکیشن ها میتونه اونجا بیاد اگر تیک این رو زده باشید. و آخرین گزینه‌ای که امروز بهش میپردازیم alert lines on chart. خب اگه این نوتیفیکیشن رو بزنید، حالا یه رنگ دلخواه هم بهش بدید، آلرت هایی که رو نمودار میذاره، مثلا این به علاوه رو میذارم اینجا یه آلرت قیمتی میذارم، آلرت هایی که رو نمودار میذارید رو به شما نشون میده مثلا که مثلا فلان جا یه آلرتی مثلا قرار داده شده رو فلان قیمت. اگر هم تیکش رو بردارید دیگه اون آلرت روی نمودارت نشون داده نمیشه، فقط یه فلش کوچولوی این کناره نشون داده میشه. همین، گزینه دیگه ای نداریم و تنظیمات کامل تمام شد. این گزینه اینجا فقط بچه‌ها میتونید تمام تنظیمات وقتی انجام دادید اینا رو بیاد سیو ازش کنید، یه اسمی خودتون بهش بدید، بگید مثلا چه میدونم اسم مثلا من سعید 1، سعید 2، اینا مثلا بر خودت سیو کنی که هی نخوای از نو بشینی دوباره اون همه تنظیمات رو انجام بدی دیگه، بدونی مثلا وقتی سعید 1 رو انتخاب میکنم چی میشه، سعید 2 رو انتخاب میکنم چی میشه و بعدا همون تمپلت رنگیت هم اجرا بشه. مثلا من اومدم تمپلت های رنگی خودم رو اینجا مثلا با تنظیمات خاص خودش سیو کردم از قبل که دیگه هر کدوم از اینا رو خواستم باش کار کنم راحت با یه کلیک با یه انتخاب سریع برسم به همون تنظیمات و بتونم باش کار بکنم. تمام بچه‌ها، توی جلسات آینده انشالله میایم راجع به این گزینه های سمت راست تریدینگ ویو دیگه صحبت میکنیم، راجع به این گزینه هایی که توی کلیک پروفایل میاد صحبت میکنیم و انشالله دیگه داریم سعی میکنیم که دوره تریدینگ ویو رو کامل کنیم. اگه این ویدیو رو هم دوستش داشتین لایکش کنید، ما رو حتما سابسکرایب کنید که گممون نکنید، ویدیوهای بعدیمون رو بتونید ببینید. خیلی دوستتون دارم. تا یه ویدیو دیگه، فعلا خدا یارو نگهدارتون.